بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر و خواهر عزیزی من، مراقب عضوهای بدنتان باشید که سبب نشوند و بر علیهتان فردای قیامت شهادت دهند. ای مسلمان، ای برادر و خواهرم، مراقب باش که با دستهایت چی کاری انجام میدهی، با پایهایت در چی راه قدم میبرداری، با گوشهایت چی چیزهایی را میشنوی، با چشمهایت چی چیزهایی را میبینی، بر زبانت چی سخنان جاری میکنی. چون در روز قیامت همین اعضا و جوارح و حتی پوستی بدنت بر علیهت شهادت خواهند داد که حتما تعجب میکنی. اگر باور نمیکنی این آیتهای الله را بخوان و تدبر کن. الله تعالی میفرماید: ای فرزند آدم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا یعملون. گوش و چشم و پوستشان به آنچه می کردند بر علیهشان گواهی می دهند. سوره فصلت آیه 20. و اگر باز به زبانت این کار کردی، بر دهانت مهر خواهند زد که توانی سخن کردن را نداری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امروز یعنی در قیامت بر دهان آنها مهر میزنیم. دستان آنان با ما سخن گفته و پایهایشان بر آنچه انجام داده اند گواهی میدهند. سوره یاسین آیه 65. برادری عزیزی من، آیا بعد از شنیدن و خواندن این وعیدها و آیه های خطرناک باز هم حاضر به گناه کردن هستی؟ تا دیر نشده و فرصت را از دست نداده ایم، بیایید توبه کنیم در این ماه پربرکت و ماه خیر، خصوصا در این دهه آخر. توبه صدق، توبه نصوح، توبه بی بازگشت کنیم. حتما الله را توبه پذیر و مهربان در میابیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.